ایلومیناتی فرقه‌ای که به سرعت در حال گسترشه و گفته میشه برای پیش بردن بعضی از کارهاشون از جادوی سیاه استفاده میکنن و یه سری نمادهای خاص هم برای خودشون دارن که بیشتر خوانندگان و بازیگران معروف در مواقع خاص از اون نمادها برای معروفتر شدن این فرقه به مردم نشون میدن. امروز خیلی از خواننده ها رو به عنوان عضو ایلومیناتی میدونن. بعضیاشون رد میکنن و بعضیاشون به خاطر شهرت بیشتر برای خودشون خبر میسازن. جدیدن خیلی در مورد این گروه میشنویم و توطئه ها زیاده، ولی بیایید ببینیم کدومش راست کدومش دروغ. ایلومیناتی چیه و چی میخواد؟ ایلومیناتی یک انجمن مخفی بود که در باواریا که در حال حاضر بخشی از آلمان امروزی تشکیل شد. این گروه 5 نفره در سال 1776 توسط یک پروفسور به نام آدم وایشهاب به وجود اومدن و خودشون رو کمالگرا معرفی کردن. اونا میخواستن تعلیم عقل و انسان دوستی رو ترویج بدن و از نفوذ اعتقادات دینی در جامعه جلوگیری کنن. اولین جلسه ایلومیناتی در جنگلی به نام اینگلشتاد در همون سال برگزار شد. برخی از اعضای ایلومیناتی برای جذب اعضای جدید به فراماسون‌ها پیوستن و جغد مینروا رو برای نماد خودشون معرفی کردن. فراماسون‌ها فرقه تکامل یافته از کلیساسازان قرون وسطی هستند. مینرال الهه خرد روم باستان هست. خب چجوری میشه به ایلومیناتی ملحق شد؟ برای ملحق شدن به ایلومیناتی باید رضایت کامل، داشتن ثروت و شهرت خوبی هم داشته باشید. پس از اینکه موفق شدید به گروه ملحق شید، اول به عنوان مبتدی شروع میکنید و بعد یه سری طبقات هست که میره بالاتر. اونا در جلساتشون از ماسک و اسامی مستعار استفاده میکنن که فیلم چشمان کاملا باز و بسته نمونه‌شو به تصویر کشیده. تا الان یه سری اسناد و مدارک محرمانه از آنها توقیف شده که در اون روش بالا رفتن رتبه برای اعضا نوشته شده. چشم بینا چیه؟ نمادی از یک چشم و یک مثلث. گروه هستی از این نماد به عنوان چشم خدا یاد میکردن. تا سال 1782 ایلومیناتی به حدود 600 نفر افزایش یافت و افراد توانمندی از جمله اشرافزادگان آلمانی، پزشکان و خیلی‌های دیگه به آن پیوستند و تا سال 1784 به 3000 عضو تبدیل شد. و اما بعدش در همون سال کارل تئودور صراحتاً ایلومیناتی رو ممنوع کرد و موقع دستگیری یکی از اعضا اسناد و مدارک مخرب مانند خودکشی و همچنین روش سخت جنین رو پیشش پیدا کردن. بعد از اون ایلومیناتی ناپدید شد و بعضیا معتقدن که زیر زمین دارن به کار خودشون ادامه میدن. آدم وایشهاب در نهایت از سمت خودش اخراج و از باواریا به گوتا تورینگن تبعید شد. خب چرا بعدش ایلومیناتی از ذهن مردم خارج نشد؟ این ایده هنوز در ذهن خیلی ها وجود داره و بعدش فیلم های مثل فرشتگان شیاطین اومدن و ایلومیناتی با شیطان پرستی و دیگر آرمان ها پیوند خورد. بدون شک بیشتر ما میدونیم امروز ایلومیناتی تو خیلی از جاهای بزرگ دنیا رسوخ کرده، ولی خب باید دید که اگه هنوزم وجود داره چه موقع خودش رو آشکار خواهد کرد و اینکه آیا این همه آدم معروف دارن تبلیغش میکنن واقعا جایگاه خودش رو حفظ کرده یا نه؟ آیا ایلومیناتی واقعا داره به کار خودش ادامه میده؟ آیا واقعا بزرگترین افراد جهان زیر نظر این فرقه هستن؟ اگر ویدیوی کامل در مورد این افراد میخواین درست کنیم لطفاً تو کامنت ها بگید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. خب اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدیمون مطلع بشید.